سلام علیکم دوستان برادرای گرامی. اینا یک مهاجر دیگر از تاجیکستان به فکرم. سلام علیکم برادر. سلام علیکم. خوبی نغزی؟ شما خوبه؟ شکر گشتیم. این دایی نیمش پس چیکار میکنی در یک شب؟ تاکسی کار میکنی؟ تاکسیگی کار میکنی؟ هیچ خیلی است تاکسیگی کار بد نیست. در یک روز چند سوم اگر چی نباشه مخفی نباشه؟ در یک روز به حساب میانه گیریم 150 200 سوم. 150 200 در یک هفته یعنی چند سوم کار کردم که؟ میشد که روز شنبه یک شنبه زیادتر کار کنیم تا 300 سوم. تو 300 یعنی هفته شده 1500 میشه کار کردن؟ میشه 1500 سوم میشه کار کنیم. هر روز کار میکنی؟ وابسته به خود آدم. اگر سخت اگر 12 ساعتی 7 روز کار کنی 2000 هم کار کردن میتونی. هر روز کار میکنی یا روز استراحت هم داری؟ روز دوشنبه یا جمعه روز جمعه دام استراحت میکنم. چند سال شده همجایی؟ قریب 2 سال میشد. 2 سال؟ در 2 سال خیلی چی تاثیراتو در همین باره امریکا کار فعالیتش عموما نه معقول است معقول نیست؟ امریکا راستی آدم پیش امریکا مدنش تماما تصوراتش دیگره. فکر میکنه که میبیاد امریکا پول همه جا ریختگی دلارو در درخت. لیکن این طور نیست. باید مهنت کنی. هر کجا باید رای مهنت میکنی. حیات بین مردم بسیار میخوان که امریکا بیاین. چی مثلا میتی بیاین نبیاین؟ مسئله همین که هر کسی که در روسیه است اگر امکانیتشان باشد بیاین. یعنی مردم به هر راه واسطه میان. چی فرق داره که مثلا میخوای که اصلا مردم روسیه که در مهاجرت هستن بیاین؟ برای آن که در امریکا مهنت قدر میشود. مهنت قدر میشود در امریکا. در روسیه میدونن چی است؟ من میدونم شرایطشون خیلی فرق. یعنی در اونجا میگن که با کیدت هم بسیاره؟ من چی حالتا نیست که کیدت کند یک خودفر کارگر. همین خاطر امریکا خیلی دولتی امکانیت ها است. مثلا امکانیت بسیار است. خواهی بیزنس کن، خواهی مثلا مکتب یکان جو کسب آموز از روی کسبت کار کن. یعنی واقعا کشوری امکانیت ها است. ببین که مثلا روزانه هم تو میتونی که کار کنی، برای چی شب کار میکنی؟ شب خطرش زیاد است با فکرم. شب درست که خطر زیاد است، اما روزانه چون ماشین بسیار در راه ها ماشین بسیار. بعد چی بگم فرمایش هم کم میشه در توی مردم روزانه. اصلا بعد از نصف روزی کار سر میکنم تا سر. برای مردمی مهاجره که در تمام دنیا توجه هستن چی گفتم میخوایی؟ گفتنی من همین است که هر کجای باشن اول سلامت باشن. در هم دولتی که هستن زبانی هم دولت اول آموزن. خود در کشور اروپا هستن خود در امریکا. بعد حتما یکان کسب را اسود کنن. اخیر میگوی که اگه 2 سال شد در امریکا اختا گرفتگی یا نه؟ نه من خود نگرفتم. کی سمالیات بخرم بعد میگم خود نگرفتم. برادرای عزیز این بود مختصر درباره کار فعالیت یک مهاجر تاجیک در امریکا.